Let's go my friend. چطورید بچه؟ پویا کرفتم و اومدیم با یه ویدیو دیگه. این دفعه لانگ ویدیوه و میخوام مودهای مختلف ماینکرافت رو تست کنم. خب بریم یه مپ بسازیم و مودها رو تست کنیم و بهشون نمره بدیم. اولین مود میخوام کدومش خوبه؟ این دار رفتنه. اگه ویدیوهای شورت اینو توی پیجم دیدید این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و سابم کنید. خب تا این بیاره یه ذره طول میکشه، یه ذره ثبت کنید. خب اینجا موند الان است که بیاره. خب اوورد. خب اینجا الان میبینید که دارم راه میرم. خب یه مود عادیه که همه ماینکرافت پلیرها باید داشته باشنش چون خیلی واقعی تر نشون میده. خب بذارمش تو حالت کریتیو تا بتونم پرواز کردنم نشونتون بدم. خوبه این دیگه، یه چیز عادیه. من که ازش خوشم اومد. به نظر خودتون بستگی داره. من که بهش میدم 5 از 10 چون بهتر از اینم هستیم و توی ویدیو میخوایم ببینیم. خب الان اینجا یه مود دیگه میخوام برم اینو پاک کنم. اینجا الان ببینم کدوم موده. خب اینو حالا بهتون نمیگم، بریم نگاه کنیم. خیلی چیز باحالیه. من بهتون توصیه میکنم این مود رو برای ماینکرافتتون نصب کنید. بچه‌ها من این ماینکرافتی که بازی میکنم روی گوشیه، نه سیستم دادم نه پی سی دادم، یه PS4 دادم که رو اون ندارم و نمیتونم فیلم بگیرم. حالا همینطوریه. حالا اینجا که حالت کریتیوه، اینجا میبینید چقدر لپتاپ و کامپیوتر و فرش و میز گیمینگه. حالا ببینید چطوری میشه. خب اینجا یه میز برمیداریم، فرش، اینجا هم پی سی و مانیتور. خب اینجا هم صندلی رو برمیداریم. حالا بچینیم ببینیم چه شکلی میشه. اینجا هم پرینتر و از اینجور چیزا. این میزشه. خب اینا رو بذارم. اینا صاف در نمیاد. مشکل میز اینه که نمیچسبه، جداگانه شکله. خب حالا اینجا پی سی، مانیتور، اینجا هم وای فای، پرینتر هم داره. اگه اینا بهشون ضربه بزنی آسیب پذیرم هستن. اینم فرشش، مثلا که فرش گیمینگه. حالا بعد اینم صندلیش خوشگله. خب به چقدر قشنگ. خب اگه کسی اینو دوست داره که مثلا گیمینگ باشه، تم خونش رو عوض کنه تو ماینکرافت، میتونه اینطوری کنه. به این میدم 7 از 10. حالا 1-2 تا مود دیگه هم مونده. اینا رو هم تست کنیم ببینیم چه شکلیه. اینو پاک میکنم. اینم میدم کدومش قشنگه. خب ببینم. اینو برداشتم. حالا ببینیم این چیه. اینا رو تازه دانلود کردم توی ماینکرافت آوردم. خودم هم زیاد نمیدونم چیه. بعد آوردم که بهتونم نشون بدم. چند تا هم ویدیوشون رو گذاشتم ولی زیاد حمایت نکردید. اگه اینطوری باشه همون عین قدیم میرم مقایسه‌ای میذارم. اینجا ببینم چی هست. شمشیرهای متفاوته. خیلی این مودم قشنگه. ببینید چقدر نوع شمشیر داده. TNT، آتیشی، جهنمی، تلپورت میکنه. خیلی خوبه ولی بعضیش فرق قیافه دادن، کاربردی ندارن. خب الان بدیم اینا رو تست کنیم. یه مابم بردارم. حالا من خوک برمیدادم. اینا رو بذاریم. خب اینم میزنم. این چرا کاری نمیکنه؟ من یه قیافش اینطور یه فش نیست. اینم بزنم. این پورشن بهم جون میده. اینم زیاد به درد نمیخوره. ببینید چقدر جون داره. این خیلی خوبه. ببینید جهنمی تلپورتی ردش میکنه. اینم چیزی نیست. اینم که چیزی نداده. اینم که انجام دادم. این آتیشیه. ببینید چقدر قشنگه. واو این خیلی قشنگه. اینم وقتی که میزنیم. حالا ببینید وقتی که اینو میزنید خود ما با دمیج میخواد. یه نیاز نیست چند دور بزنیمشون. خب این هم اینطوری مردن. حالا بدیم مود دیگه. به این مود میدم 9 از 10.
حالا یه مود دیگه بدیم که این آخرین موده. بگید اگه از این فیلم، از این سبکا خوشتون میاد، حتما توی کامنت ها بنویسید و که پارت 2 رو بسازم. اینم یه مود کمپینگ که ویدیوی اینم گذاشتم ولی شما زیاد حمایت نکردید. چرا شما کم حمایت میکنید؟ حالا بی خیال بدیم که اینم داشته باشیم. خب اگه بیاده، اینم یه مود خوبیه، هنوز زیاد من بازیش نکردم ولی چیزای قشنگی داده. یه سورپرایزم براتون دارم، حالا میبینید. خب اینم چیزشه، دفترچه راهنماشه، اینجا میزنیم. مثلا گذاشتن توی این تخما که اینا هم هستن، جای دیگه بهتر نبود بذاریم آن که رفت. خب این آدم میذاریم، خیلی خوبه ها، خیلی چیز قشنگیه، سرگرمی. خب اینم ببریم این طرف بذاریم. این دو فرشیشه. بعد دیگه میبینید که میشینم پرشنت روم بهم میده. اینجا رخت خوابشه، جایی که آدم توی کمپ میخوابه. اینم تخمای جدیدن که اومدن. این چه سگه، گرگه، چیه، خرس، راکون. خب اینم آتیششه. آقا اسقر، گلون فروش مملکت. خب اینجا میتونی میوه از اینجور چیزا بذاری. بعد اینا رو میذاریم، اون یکی هاشو میاریم. اینجا چادر، اجاق گاز و یه تخم دیگه هم هستش. چادر بس لک خورد رفت بالا. اینم یه ذره مودش خرابه ولی باید ریز کنیم. اینم اجاق گازش میزنیم، روشن خاموش میشه. مادم داده، ببینید چقدر واقعی مادش. چرا چیز نمیشه؟ آها. خب به این مودم میدم 8 از 10. خب اگر از این سبک ویدیوها خوشتون اومد توی کامنت ها بگید، منو لایک و ساب کنید. اگر ویوهای این ویدیو بالای 500 تا بشه پارت